دندانی که زیر پوش حساس باشه مشکلش همچنان از زیر پوش حل شود. باید از طریق دهن با خوردن کدام دوا که مشکلش حل نمیشه. دو علت میتونه بوده. علت اول که در 90% واقعیت همین علت است. یا مشکل در تراشکاری دکتر بوده یا مشکل در لابراتوار بوده که او باعث شده که یک لیکاژ، یک مارجن آزاد، یک فضای خالی در بین نهایت پوش و تراشکاری خط خاتمه تراش دندان باقی بمانه که از طریق این مارجن آزاد لیکاژ صورت میگیره و باعث حساسیت یک دندان میشه. در این صورت باید پوش دور شوه و یک پوش نو بر مریض ساخته شوه که از مارجنش باید خوب صحیح مطمئن باشیم که کدام لیکاژ وجود نداره. علت دوم، دندان را که تراشکاری کردین یا تراشکاری بیش از حد یا دندان از قبل هم کم حساس بوده که نفهمیدین، پلپ دندان بسیار زیاد التهابی شده که نیاز به عصب کشی داره. در این صورت همچنان باید پوشش برداشته شوه، عصب کشی شوه دندان و دوباره یک پوش جدید برشوه.